بریم که با همدیگه آموزش دکمه و جا دکمه رو ببینیم. برای آقایون همیشه جا دکمه سمت چپ و برای خانوم ها سمت راست هستش. از قسمت سمت راست دکمه‌ای که مد نظرم هست رو قرار میدم و برای فاصله بین جا دکمه ها عدد 8 رو در نظر میگیرم. شما میتونید عدد 8 الی 10 سانت یعنی 9 سانت یا 10 سانت فاصله بذارید. از قسمت پایین 13 سانتش نباید دکمه خورده بشه. به این حالت دو طرف کار رو فیکس میکنم روی همدیگه. حتما باید به این حالت باشه و با سوزن این قسمت ها رو فیکس میکنم. حالا از سمتی که جا دکمه من هستش با سوزن به این حالت قرار میدم و سمت دیگر رو کپی میکنم. اینجا من علامت منها میذارم، یعنی قسمتی که دکمه خورده میشه. اینجا که به حالت به علاوه یا همون به اضافه هست برای جا دکمه هستش. این قسمت آستین رو ببینید. وقتی لباستون رو قرار میدید اینجاها میشه قسمت جا دکمه، برای سمت دیگه هم باز به همین حالت اینجا میشه جا دکمه. و دکمه که مد نظرمه من میخوام 3 تا دکمه این قسمت خورده بشه. ابتدای مچ رو به هیچ عنوان 2 سانت اول نباید جا دکمه باشه. از 2 سانت به بعد به اندازه 3 سانت بین دکمه ها فاصله میذارم و حالا چک میکنم که ببینم اندازش خوبه یا نه که اوکیه. حالا دوباره سوزن میزنم، سمت دیگر رو به حالت منها علامت میزنم و اینجا میشه قسمتی که باید دکمه دوخته بشه. برای سمت دیگه این کارو نمی کنم. بازم برای قسمت جا دکمه این دوتا رو روی هم دیگه قرار میدم و با سوزن از سمت دیگه جا دکمه هامو مشخص میکنم. برای دکمه ها بازم همین کار رو انجام میدم. این باعث میشه که دقت کارتون بالا بره و دکمه و جا دکمه هاتون بالا پایین نشه. اندازه دکمم پهناش به اندازه 2.5، پس من جا دکمه هایی که در نظر میگیرم باید به اندازه 2.5 سانت باشه که از قسمت وسط علامت 2.5 یعنی 1.25 قسمت پایین 1.25 سمت بالا و به این حالت مشخص میکنم. اینجاها بازم به این حالت مشخص میکنم، اندازه میزنم 2 سانت هستش. پس اینجاها رو من همه باید عدد 2 رو در نظر بگیرم. عزیزای دلم، من از خودکار حرارتی استفاده کردم که با حرارت کاملا پاک میشه. به این حالت میشه. پایه‌ای که من در نظر گرفتم پایه جا دکمه هستش که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. میتونید از این پایه ها هم استفاده نکنید، ولی خب این خیلی بهتره و باعث میشه که یه خط صاف رو دوخت بزنید. خب از اینجا تا این قسمت رو من قرار میدم و پایه رو طوری تنظیم میکنم که دقیقاً اندازه این فضا بشه. چرخم رو روی قسمت جا دکمه قرار میدم و ببینید کلید A B C B میشه دکمه بست، یعنی اینجاها رو میبنده و C رو به جلو، دوباره بست کلید B. حالا کلید A رو که بزنم یا همون دکمه A رو که بزنم رو به قسمت بالا دوخته میشه. اگه نمیدونید جا دکمه چرختون به چه شکلی هست، فقط کافیه توی گوگل سرچ کنید و کامل براتون در رابطه با چرختون اطلاعاتش رو میاره که چجوری باید جا دکمه بزنید. خب به این حالت میشه و این خطای قرمزی که میبینید بعد از حرارت پاک میشه. دوباره برای قسمت مچ آستینم ببینید این همون دکمه B هستش که دکمه بسته، اینجا دکمه C دوباره بست و A. به این حالت میشه شبیه به یه مستطیل میشه. اضافات نخ جا دکمه‌ام رو قیچی میکنم سمت دیگه
برای دوخت دکمه این نکته ها رو خیلی دقت کنید. ببینید نخو به حالت دولا از روزنه سوزنم رد میکنم و حالا چهارلا میشه. یعنی شما وقتی یک بار دکمتون رو با نخ و سوزن بدوزید در عین حال 4 بار دوخت انجام دادید. پس این خیلی به کارتون سرعت میده. پس نختون رو 4 نخه کنید و از قسمت رو شروع میکنم به دوختن. ببینید به این حالت. به هیچ عنوان گره کور اول نزنید روی نختون، بعد از قسمت زیر حالت یک کوه از نخ مشخصه. خب به این حالت سوزن رو رد میکنم از مابین روزنه دکمه و دوباره ببینید از بین روزنه دکمه رد میکنم. حتما دکمه هاتون رو خیلی خوب بدوزید. ببینید 1 2 3 4 بار نخو میپیچونم دور دکمه و دوباره از روزنه دکمه رد میکنم یه بار دیگه و از سمت دیگه گره کور میزنم که نخ من باز نشه. 2 بار این کار رو باید انجام بدید یا 3 بار. به این حالت میشه. بازم دکمه های بعدی هم به همین حالت. برای جا دکمه دقت کنید این قسمت بست ابتدا و انتهای جا دکمه رو سوزن تهگرد قرار بدین و بشکافتون رو ببینید حالت پیچی این شکلی داخل پارچه کنید و اصلا بشکاف به این حالت نباشه. بشکاف باید برعکس به این حالت جا دکمه هاتون رو باز کنید و دقیقا من اینجاها رو هر چی که رو به جلو برم شکافته نمیشه. این برای خانم های مبتدی که بعضی موقع امکان داره جا دکمه هاشون رو بیشتر باز کنن و بشکاف رو به جلوتر بره و واقعا هم دیگه نمیشه کاریش کرد. خب این برای قسمت جا دکمه. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید.